سلام به دلتا فورسی های عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. امروز میخوام یه سری نکته برای کسایی که تازه وارد بازی دلتا فورس شدم بگم. بریم که داشته باشیم. خب قبل از همه چیز این رو بگم که اگه کسایی که از سیزن قبل این بازی رو نصب کردن متوجه این شدن که رنکشون کم شده، اصلا نگران نباشن. هر سیزن رنک مخصوص به خودشو داره و با توجه به رنک قبلی که تو سیزن قبلی داشتین، رنک بعدیتون رو تو سیزن بعد مشخص میکنه. خب اولین نکته ستینگ بازی هستش که دو مود وارفیر و اپریشن رو داریم اینجا. توی نسخه وارفیر همین نسخه هستش که ما تو این مود 6 تا مود دیگه داریم: بتل پرکتیس، بخش تمرینی بازی، کینگ آف ده هیل و اتاک اند دیفند که این دوتا با مپ سایکلون هستن، و همچنین ویکتوری یونیت که ویکتوری یونیت و این دوتا مپ سایکلون همشون بدون رنک هستن، یعنی هر چقدر بازی کنید رنکتون افزایش پیدا نمیکنه. اگه لولتون تمام شده و میخواین رنکتون رو افزایش بدید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما کینگ آف ده هیل و که معمولی هستش و اتک اند دیفند معمولی رو بازی کنید. توی قسمت اتک اند دیفند اگه میخواید مپ سایکلون رو با رنک بازی کنید، اینجا مپش هست دیگه، لازم نیست برید بخش سایکلون و اونجا رنکش رو بازی کنید که اصلا بهتون مریت نمیده تا رنکتون افزایش پیدا کنه و به نظرم بیهوده هستش. و مود اپریشن رو داریم که میشه گفت تقریبا حالت بتل رویال داره و میشه گفت تقریبا حالت بتل رویال نداره، یعنی شبیه آرنا بریک اوت هستش، اصلا شبیه کالاف نیست و با کالاف اصلا نباید مقایسه بشه. تو اگه خواستید که بخش اپریشن رو براتون توضیح بدم، حتما توی کامنت ها بنویسید و لایک کنید. خب میایم قسمت بیسیک، بخش کلی و اصلی بازی که توی قسمت کمبت یعنی جنگ ما قسمت ایم اسیست رو داریم، یعنی کمک نشونه گیری، و مودهایی رو داریم که نوع شلیک کردنتون چجوری باشه، یعنی موقع شلیک کردن ایم بگیره یا حالت معمولی شلیک کنه. ما تو قسمت کنترل لین پیک رو داریم که میشه گفت تقریبا شبیه نسخه های بازی های مدرن وارفر کال آف دیوتی و وارزون هستش که ببینیم که بدن کاملا بیرون بیاد نشونه گیری میکنه، یعنی خم میشه و نشونه گیری میکنه. بعد حالت کامرا ترنینگ و بیسیک کنترل که اینا تغییر نکنه بهتره. میایم قسمت کنترل بازی. شما این قسمت میتونید HUD کنترلتون رو تغییر بدین که اگر میخواین شبیه کالاف بشه و راحت تر بشه، بیاین گزینه آخری و کاستومایز رو بزنید و کاستوم کنید که هم برای مود وارفیر اپریشن هم هست. قسمت سنسیتیویتی، شما حساسیت ایم بازیتون و شلیک بازیتون رو میتونید تغییر بدید و قسمت فیکست و اکسلریتد داره که چون شما فیکست بازی میکنید توی قسمت کنترلز نگاه کنید آخری گزینه‌اش فیکسه، از اینجا میتونید حساسیت رو تغییر بدید. این قسمت هم حساسیت ژیروسکوپ بازی هستش. این قسمت بخش گیم پلی بازی هستش و درباره بازی میتونید اینجا یه سری تغییرات رو بدید که نظر من تغییری توی این قسمت ندید بهتره، چون با توجه به کال آف موبایل تقریبا ساخته شده، چون شرکت تیمی این رو ساخته. گرافیک و ساوند هم بخش مهمی از این بازی هستش. شما میتونید گرافیک رو از این قسمت تغییر بدید
اگه روی بیشترین گرافیک بذارید، خب اگه گوشیتون خیلی قوی باشه دیگه نیاز نیست گرافیک رو فدای FPS کنید یا FPS رو فدای گرافیک. یعنی اینجوریه که اگه شما روی HD بذارید FPS تون لو میشه اگه گوشی تقریبا قوی دارید. اگه روی اسموث بذارید میاد روی التیمیت FPS تون، رو های بذارید روی استاندارد میاد، XQ سایت روی مدیوم و HD در نهایت روی لو. HD بهترین گرافیک رو به شما میده. قسمت ساوند رو داریم، میتونید ولوم اصلی بازی و ولوم میوزیک و افکت های ساوند و کپی رایت میوزیک و اینجور چیزا رو هم تغییر بدید. حالا دالبی اتموس برای گوشی هایی که بسیار قدرتمند هستن مثل S25 این رو فعال کنید، یا S24 اولترا، یا مثلا آیفون 16 و شیائومی 15 اولترا و 15. تو قسمت ویهایکل میتونید تنظیماتی درباره نوع روندن ماشین و وسیله نقلیتون انجام بدید. تو قسمت دانلود سنتر میتونید ریسورس های مختلفی رو دانلود کنید. توی کامریکال میتونید اسکین ها رو دانلود کنید. توی مپ ریسورس بک هم انواع مپ، وارفر اپریشن. حتما دیتا هم وای فای رو فعال کنید که اگر وای فای قطع شد با دیتا براتون دانلود کنه یا برعکس. HT ریسورس رو که دانلود بکنید به قسمت گرافیک و ساوند میبینید که اگه گوشیتون بسیار قدرتمند باشه التیمیت و مکس هم توی قسمت کوالیتی باز میشه، ولی در غیر این صورت تا HD فقط باز میشه براتون. تو قسمت لنگویج هم که طبق معمول گزینه فارسی وجود نداره و پریویسی هم زیاد بخش مهمی نیست برای اونایی که میخوان اکانتشون از دست رفته یا اکانتشون رو برگردونن، بسیار مهمه. تو قسمت لاداوت هم که همه اونایی که وارد بازی دلتا فورس میشن یا کانتر بازی میکنن یا کالاف بازی میکنن دیگه این بخش رو میدونن و اینجا میتونید تفنگتون و نوع بخشی که اسکینتون انتخاب میکنه توی جنگ رو انتخاب کنید. مثلا اسالت فقط رو به جلو حرکت میکنه و حالت مهاجم رو داره. تو قسمت ساپورت میکنه بقیه رو و مدیکه، یعنی حالت دیدین توی کال آف موبایل تو قسمت بتل رویال چند تا مود داشت که میتونستین انتخاب کنید، قدرت داشت. این دیگه اونجوری قدرت بندی نکرده، اومده بخش کرده اسکین ها رو که پلیرها بتونن به راحتی انتخاب کنن. این قسمت هم که انجینیر هست، یعنی بسیار قدرتمند هستش و میتونه بسیاری از بخشایی که بسته شده توی مود اپریشن رو باز کنه. رکون هم حالت تکتیر اندازی داره و میشه گفت ساپورت از راه دوره. و نکته آخر قسمت سیزن بریک هستش که شما میتونین رنکتون رو چک کنید و ببینید که پاداش برای رنک های دیگه چیه. برای بخش های بعدی این بازی توضیحات رو توی ویدیو بعدی میذارم. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و ساب حتما یادتون بمونه، زنگوله هم روشن کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.